روزی 9 اکتبر سال 1992 گروهی نهضت اسلام با سرداری سلمان 12 نفر یراقبند است از بالای قشلاق ما در آمده همچون کافر گفته کمونیست گفته هم بالای قشلاق در آمده آدمایی که داشتند از بالا داشته آمدند و خانه ما را رسیدند. ما 12 نفر در اینجا شدگی دیدیم. خبر آمد که آمده ایستند. ما در همه برای حولیمون یک چقری کندگی دیدیم. در همه چقری در آمده 12 نفر پنهان شدیم. پدرمون قادرов خال محمد پنسیونر این کس ما گفتیم که بیا و جوش همراه ما. این کس گفت که ما مستقل هستیم پنسیونر آیا با ما کار ندارم گفته. در همین یک کد بود بالای کد بشیش اومده اینجا داشته بودم. با همراهی همین 11 نفر ایره پویز اوپره وحشیانه به قتل رسوندم.